روز ششمقام در کاخ فرهنگ دوستی شهر ترسونزاده با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، تشکیلات و کارخانه و مؤسسه ها دایر گردید. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ضمن سخنرانی قید نمودند که در سالهای استقلال دولتی تاجیکستان ششمقام چون شاکاری به زوال صوت و کلام ملی تاجیک عمر دوباره و رشد و تکامل بی‌سابقه پیدا کرده است. این است که امروز به صف استادان پرتجربه این ژانر کلاسیکی جوانان زیادی صاحب استعداد وارد شده، ذوق و سلیقه بلند نشان می‌دهند. همچنین تمام کارمندان و اهل هنری انسمبل ششمقام شهر ترسونزاده را با عید کسبیشان تبریک گفته در فعالیت ایجادیشان بردباری‌ها تمنا نمودند. بعداً از جانب هنرمندان انسمبل ششمقام شهر ترسونزاده یک برنامه کنسرتی پیشکش حاضرین گردانیده شد. همین است که شروع از سال 2001 در نزد شعبه فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده انسمبل کسبی ششمقام فعالیت میکند و هواداران زیاد را پیدا کرده است. باید گفت که این انسمبل در تمام جشن و مراسم‌های دولتی که در شهر ترسونزاده گزارده می شود اشتراک نموده هنری والای خود را پیشکش تماشابینان میگردانند. در حقیقت ششمقام موسیقی است که قریب برای همه مردمان دنیا عزیز است، چون که ریشه های تاریخی آن به بسیار خلق‌های عالم علاقه دارد. باعث افتخار است که امروز ششمقام با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نو زنده گردید و از سال 2000 این جانب روز 12 می محض به همین نماد صنعت بای ملی بخشیده می شود. همین است که ششمقام در سراسر کشور رشد و نمو دارد.